تا حالا شده بگی خداحافظ ولی بخوای فقط بهت بگم نرو؟ تا حالا شده منظورت از خداحافظ این باشه که بگی نزار برم؟ خداحافظ یه وقتهای آدم از بی کسی میگه، یعنی کفشامو قایم کن، یعنی بگو نرم دیگه. دیگه از زندگیت میرم، دیگه دورت نمیگردم. تو میگفتی خداحافظ، من این کارا رو میکردم. وقتی میگم خداحافظ یعنی گذشته آبسته، یعنی لطفاً جنازم هم نذار بیرون برسه. خداحافظ رو که میگم یعنی از تو محل میخوام. خداحافظ اصلا یعنی دلم تنگه. Because a dance with the devil might last you forever.